اشتباه نکنید، اینا دارن کاری بدی نمیکنن. اینا دارن گالانگولخشون گرم میکنن که وقتی میخوان باش دنبل بزنن سالار ماهیچهاش نگیره. کنگ فو، تکواندو، قواسی، نهنگ، داشاق، گاوازی. راهبای شالین رازهای نهفته و درون قایمشان پنهان میکنن. مثلا اینا 3 تا برادر ضد یخن که شبا تو رادیاتور معبد میخوابن و صبح نوتلای مقدس با آب میوه پیاز میخورن و تو سرمایی که خرس قطبی بگوزه گوزش تو هوا یخ میزنه و میفته میشکنه اینا مدیتیشن آلاسکا میکنن. اینا هم تمرین گربه پتیاره برای بسته شدن همزمان روزنه های حفره های سوراخشان میکنن که افکار پلید توشان نفوذ نکنه و خودسازی کنن. راهبای معبد شالی چون همیشه سینگلن کف دستشون هم مثل کلش صاف و مجبورن که با طبیعت رابطه برقرار کنن و لادرختی بزنن. اینم نمونش. داداشم خیلی سینگل بود، با تبر از وسط نصفش کردیم 2 قسمت شد. شبا قسمت یکش با قسمت دوش با هم دیگه میرن بیرون. خدا رو شکر دیگه تنها نیست. اینم استاد جای خالی رو با گزینه مناسب پر کنه که داره شاگرداشو برای مسابقات پرش نیزه بدون نیزه و مسابقات اسب دوانی روی گاو و مسابقات نابودی دشمن فرضی با مادر قرضی آماده میکنه.